بالله من الشیطان الرجیم. یا ایتها النفس المطمئنه. خوب دقت بکنید، یعنی لیاقت پیدا میکنه که خدا این نفس مطمئنه رو مورد خطاب قرار بده. چه خطاب زیبایی. یا ایتها النفس المطمئنه تو سوره والفجر دیگه، درسته؟ ای کسی که دارای نفس مطمئنه شدید، ای بندی که مجاهدت کردی، با نفست و خویشتن مبارزه کردی، این نفس افسار گسیخته رو لگام کردید، آوردیش تو راه خدا و بندگی خدا و اطاعت خدا و او رو از نافرمانی خدا کنترل کردید. امروز تو لیاقت خطاب منو دارید. یا ایتها النفس المطمئنه. بعدش چیه؟ میگی ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بر بگرد به سوی پروردگار در حالی که تو از الله خوشنودی و الله هم از تو خوشنوده. سبحان الله. راضیه مرضیه. وقتی این نفس مطمئن میشه دو تا حالت پیدا میشه. یکی خوشنودی تو از خداوند، تو از الله راضی هستید. دو خوشنودی الله هست تو که این برگ برنده است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. سبحان الله. به سوی ربت بر بگرد. مثل اینکه رب مال خودته. به سوی پروردگار خودت بر بگرد. راضیه مرضیه. بعد دیگه چی میگه؟ میگه فادخلی فی عبادی. بیا برو وارد بندگان من بشو. فادخلی فی عبادی. برو تو جمع بندگان من، اونهایی که من اونها رو به عنوان بندگان خودم پذیرفتم. سبحان الله. عزیزان، بالاترین لقبی و وصفی که الله رب العزت و الجلال و جل جلاله به یک بندی میده در دنیا وصف عبد بودنه. این بالاترین مداله و بالاترین وسامه و بالاترین وصفی که خداوند به یک بنده وقتی ازش راضی میشه میگه ای عبد من. جایگاه عبد بودن بزرگترین شرف برای چه؟ برای بندگان. تو این آیه داری دقت میکنید خداوند میگه چه؟ فادخلی فی عبادی. داخل بشو. حالا که تو بندگی من کردید، با نفست مجاهدت کردید، نفستو مطیع من کردید، تو به درجه مطمئنه رسیدید، اطمینان. حالا اجازه دارید وارد چه؟ جمع بندگان خالص من بشید. فادخلی فی عبادی. دیگه چی؟ بعد میگه وادخلی جنتی. هر هشتر بهشت من بازه. حالا برو داخل بهشت من شو. حالا برو تو فردوس قرار بگیر. حالا برو اونجا دیدار انبیا بکن، کنار کسانی که منو دوست داشتن و در دنیا بندگی کردن. تو هم بندگی کردی. مجاهدت کردن، تو هم مجاهدت کردی. اطاعت و فرمانبرداری کردن، تو هم کردید. حالا برید با هم جمع بشید. بندگانی که اطاعت کردن و صاحب نفس مطمئنه شدن و تو اونها رو ندیدید در گذشته، من همه رو جمع میکنم از زمان حضرت آدم تا امروزی که تا وارد بهشت شدید. حضرت نوح میبینه، اینا مجاهدین بزرگ بودن. حضرت ابراهیم رو میبینه، بت شکن. حضرت عیسی مسیح رو میبینه. بالاتر از همه پیامبر صلی الله علیه وسلم ملاقات میکنه. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان الله. این نفس مطمئنه است. حالا کی نیاز داره که نفسش مطمئنه بشه؟